خوش اومدین به چنل من. توی این چنل میخوام باهاتون تجربیاتمو به اشتراک بذارم. از اونجایی که الان کنکوریم، تجربیات کنکوریمو باهاتون به اشتراک میذارم. از اونجایی که من 12 مهر تولدم، دوستم تا تولدم به یک کنکوری واقعی تبدیل شم. برای کنکوری واقعی شدم مطمئن که نیازایی هست و من میخوام اون نیازا رو تو این 2 هفته داشته باشم. حالا تا حدودی مثلا مثل ساعت مطالعه، مقدار ساعت خواب و که بیدار شی که بخوابی، که خب میخوام به شما یاد بدم که چطوری برنامه‌ریزی برای 2 هفته انجام بدی یا حالا مدت‌های طولانی‌تر. که خب من از سال قبلا حدودا نتیجه گرفتم و به نظرم برنامه‌ریزی خوبیه. خب من اهدافمو نوشتم. برای هر هدفم بالاخره یه سری کار کنیم که بهش برسیم. من هدف اصلیم 50 ساعت مطالعه هفتگیه. که خب برای 50 ساعت مطالعه هفتگی من این سری کارا میخوام انجام بدم که خب به قولی مشکل منه در اینکه تا 50 ساعت مطالعه هفتگی رو داشته باشم. اولین و مهمترینش اینه که کنترل استرس ندارم اصلا. یعنی مثلا من جوریم که بعد بین هر پارت درسی فقط 5 تا 10 دقیقه دیگه اوجش یه رو استراحت کنم. معمولا اینجور نمیشه. من معمولا مثلا یه ساعت هم درس بخونم یا میگم مثلا نیم ساعت 40 دقیقه مثلا تو گوشیه دارم همینجور مثلا تو خونه پرسه میزنم، میرم مثلا یه چیزی میخورم اینجوری. خب اصلا اوکی نیست. من سعی میکنم که پشت سرم بخونم، مثلا تو دوران که مثلا امتحان نهاییه یا مثلا یه امتحان مهم دارم معمولا اینجوری میشه که خب بر همینه به قولی بازدهیم بیشتره. یکی چیزای دیگه که خب بگم هممون داریم استفاده از گوشیه که خب بیشتر خاطر برنامه‌اشه، ولی خب خیلی هم اونجوری تاثیر برنامه فقط نیست، بیشتر تاثیر اینه که ما خودمون نمیخوایم به قولی. برای من میام اسکرین تایم یا به قولی استفاده از گوشیما که خود گوشی هم یه تنظیمات داره را اونا درست میکنم. مثلا یه هدفی میذارم، خودش هم گزینه داره. من مثلا میذارم رو 7 ساعت 6 ساعت. حالا فکر میگم اگه بخوایم واقعا بریم 6 7 ساعت بتونی بذاری، مثلا ساعت خواب خوب و اینا هم داشته باشی 6 7 ساعت میشه. خب همین کافیه برای اینکه کلی بشه مطالعه بهتر و پربازده‌تر بشه. اولین چیزی که من برای گوشیم رعایت میکنم اینه که من قبل خواب نباید حتما به پاگوشی برم، چون اگه پاگوشی برم دیگه همجور پاگوشی هم به خوابم لطمه میزنه، هم خب اسکرین تایم هم خیلی میره بالا. برای اینکه یکی چیز دیگه اینه که اگه شما خود به خود مطالعه داشته باشین و مثلا بخواید پارت‌های زیادی داشته باشین، خود به خود نمیرسی از گوشی استفاده کنی که خب اینم اسکرین تایم میره بالا و مثلا تو طول مدت یه احساس رضایت از اینکه به هدفتم رسیدی میده که خب خیلی خوبه دیگه. و آخرین و مهمترین پیش نیازش کنترل ساعت خوابه. اگه همه کارهای بالا رو انجام بدی و ورزش هم کنی، حالا هفته یه بار، چون کنکوریم و نمیتونیم مثلا واقعا یه روتین ورزش خوب مثلا هفته 3 بار داشته باشیم، همین مثلا یه بار در هفته هم ورزش کنی کفایت میکنه با این برنامه‌ای که تو گوشی هست. مثلا من خودم با دمبل در خانه ورزش میکنم که خب اوکیه، من باش خیلی راضیم. و خب مثلا توی بچگی من مثلا از بچگی 2 سال پیشم با همون ورزش میکنم، به نظر من نتیجه خوبی میگیری. حتی اگه مثلا نتیجه نخوای بگیری خستت میکنه به قولی. همین که خسته بشی کافیه. مثلا یکی برام من خود خوابم سبا که من معمولا دیر خوابم برای اینکه خسته باشم خیلی مهمه. و آخرین موردش اینه که من ساعت 11:30 حتما باید توی تخت باشم، یعنی همه کارام کردم من توی تخت باشم که 11:45 بتونم بخوابم. برای اینکه 7 تا 17 دقیقه دقیقاً 17 دقیقه، چون اگه 15 دقیقه بذاری نم چرا برای من اینجوریه که خوبی دار نمیشه و حتما ساعتت غیر رونق باشه از نظر من. و ساعت 23:45 دقیقه من بخوابم که 7 تا 17 دقیقه بیدار شم. 7 تا 17 دقیقه به نظر من مناسب ترین ساعت برای حتی تو دوران مدرسه که نه، ولی کل دورانیه که میخوای درس بخونی. همینا رعایت کنیم ان شاءالله که هممون با هم بتونیم کنکور قبول شیم. این زیر اگه چیزی دارین که من به درم بخوره حتما بهم بدین. لایک ها، ساب و کامنت و اینا یادتون نره. توییتر منم میتونید دنبال کنین.